حتی دختر زرنگی بود، اومد به من اینجوری کرد، گفت وایسا من میدونم تو فیم داری، الان تیپ داری، هیکلت خوبه، پول داری، لباس داری، ولی اینا دلیلی نمیشه که تو همیشه خوشحال باشی. شعار 90% مردم. نه، چون خودت تو ناز و نعمتی این حرفو میزنی. به والله قسم، به والله قسم من نداشتمم همینقدر خایمال خدا بودم که الان هستم. هیچی من تغییر نکرد. گفتم خب حالا چجوریه؟ گفت این رد میکنه. گفت این پارتی از لایف انسانه دیگه. گفت میاد و میره. گفت 99% موقع نمیدونی هم چیه. من گفتم چقدر بده که من بخوام انسان باشم مثل یه گاو زندگی کنم. قانون دنیاست دیگه داداش. طبیعت موازی نیست. شما میبینید که بچه آهو دنیا میاد، همین که رحم مادر دنیا آمد پلنگی میخوره. این طبیعت زندگیه. بدترین ناشکری در زندگی یک چیزه. شما دلت بخوای جای اسب باشی، جای پرنده باشی، جای اون باشی، جای اون رفیقت باشی، جای این باشی، جای اون باشی، جای این، بدترین ناشکریه. چرا؟ چون تو جای خودتی دیگه برادر. اگر سالم هستی که 100,000 بار خدا رو شکر کن. اگر هم خدای نکرده سالم نیستی 50,000 بار بیشتر از آدم عادی خدا رو شکر بکن. شما دیدی مثلا رو ویلچر نشسته یا 1000 تا داستان دیگه داره، به خدا میگم یه سریاشون انقدر امید به زندگی دارن، انقدر خدا بهشون تالنت و انرژی میده که ردش میکنه. من نمیگم اینی که داداش من رو ویلچر کارش آسونه، نه، ولی میگم اون صبرش بیشتر از من آدم عادیه. بزرگترین ناشکری در دنیا اینه که بخوای جای کسی دیگه باشی، یعنی خودتو دوست نداری. تو وقتی خودتو دوست نداری چجوری میتونی برای خود آرزوی موفقیت بکنی؟ شما از صبح که بیدار میشی یادت باشه دنیا دیزاینش، برنامه ریزیش، نقشش اینه که فقط سر راه تو مشکل بیاره. این قانون دنیاست، باید بیای تو بازیش. تو حالا باید به خودت اینو بگی، میگه من از صبح که میام بیرون 10 تا دردسر قراره جلو من بیاد، چجوری از بغل اینا رد بشم و چوری عروشون بپرم، توشون نرم. خب تو باید این باشه، نه اینکه بگی از صبح خب من ورزش نمی‌کنم، یعنی یه مانع دیگه جلوی خودت گذاشتی. حالا من فلان کارو نمی‌کنم چون وقت نیست، یعنی با خودت داری لج می‌کنی. عمرت تموم میشه، کل خاطرات زندگیتو نگاه بکنی آدم یه پهن بوده، هیچی نبوده. یا توی شرایط بد زندگی هستی، یکی بهت زنگ میزنه یا الان باید بری دادگاه، احتمال داره بدترین اتفاق زندگی برات بیفته، دستت میلرزه، پات میلرزه، یهو بغلتو نگاه میکنی مثلا میبینی یه رفتگر داره میره، میگه ای خدا ای کاش من جایی بودم. ای خدا نگو، همه چیز میگذره، همه چیز میگذره، خوشحالی میگذره، خوشبختی میگذره، تنها چیزی که کسکش نمیگذره بدبختیه. ناشکری نکن که میفتی تو بدبختی. بدبختی یه برش بیپولیه. بدبختی زن اونی که من شب و روز داد میزنم، بیفتی توش در نمیای. شکرگزار پروردگار باش. انسان همه میبینی که لخت بشن همه یکیه. موقعیت اجتماعی رو من نمیگم. تویی که من میبینی در بدترین شرایط زندگی هستی، حتی تو زندان حبس ابد داری من میبینی، تو انسان با ارزشی هستی، چون توی انسانی. ناشکر نباش. از انسان بودن داداش من ناشکر نباش. خدا رو 100,000 بار شکر بکن. صبح بیدار میشی چشت وا میشه بگو خدا رو شکر همه چیم سالمه. خب من به خودم میگم وایسان ما بیدار شدیم همه چی سالمه، حالا من و تو با هم میریم خواهر دنیا رو بجنگیم. برای چی وایسان من باید خواهر تو رو بگم؟ تو چیکار کردی مگه؟ تو خوابیدی صبح بیدار شدی کارت هم داری میکنی دیگه. پس من و تو با هم این برای جنگ با بقیه میشه کی؟ انرژی منفی، انسان‌های منفی، کارهای منفی، نگاه‌های منفی، هزاران تا چیز منفی. خودم با خودم خوشحالم، خودم با خودم رفیقم، خودم رازدار خودمم، خودم نمیام هیچ موقع خودم رو خراب بکنم، خودم نمیام هیچ موقع بدم رو به کسی بگم، خودم نمیام هیچ موقع راز زندگیمو به کسی بگم. حالا این لابلا اگر انسان پخته‌ای باشم این جفت برای خودم پیدا میکنم، ولی اگر زمانش نباشه داداش خودم با خودم شکرگزار زندگی خودم. انسان بزرگترین اشتباهی که بکنه اینه که از انسان بودن خودش، اون چیزی که هست، ناشکری بکنه. این از همه چیز بدتره.